پیش از با قرقیزها جنگ شدن زنهای قرقیزستان یعنی این اقصای اکثریتگی با من لباسی میپوشیدگی دخترم گرفته می اومدن. می سسترهاش لباسی دختری میپوشد با شبکش می آوردن. من بانیسه هما و کارش میخرد می آورد لباسش من میداد من دختر تیار میکردم باز بیاد با گرفته میرفت همین خیلی بود. ما طرف قرقیزها قالین بافی قومی و پتو هم خیلی گلمچه های مایده بافتم میرفتیم رفته بودم از بود اکثریت لباسی که کرته های قرقیزهای هم میدوختم کروتاشون بود کروت خری میرفتیم و هم اومدن پیش ما و میشیشتیم قطعه چای میخوردیم همین خیلی بود. زنهای بهترین ها بود. خواهشمند بود که ما بیم قطعه شما دوزندگی یاد گیریم از شما دوزندگی یاد گیریم. گفته بیننده این مناقشه که شد همه چیز ماند برای همین آینده صلح شود آرامی شود تنجی امانی شود که با همون دخترهایی که میگفتن بیاین من هنر یاد میدم میآموزم.